بانک ملی تاجیکستان گفت پیامد تحریم‌های اتحادیه اروپا نسبت سه بانک تجارتی کشور را می‌آموزد و برای کم کردن آسیب آن با شریکان بین‌المللی مشورت می‌کند. اتحادیه اروپا که بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین چند بسته تحریم‌ها را ضد مسکو جاری کرده است، روز 23 اکتبر بخش دیگری آنها را اعلان نمود و در فهرست مؤسسه‌ها شرکت‌های تحریم شده نام سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان نیز هست. همکارم طاهر سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او اول درباره واکنش بانک ملی پرسیدم. قبل از همه باید بگویم که بر اساس قرار اتحادیه اروپا هیچ شرکت و افراد علیحده کشورهای عضو حق ندارند با سه بانک شامل شده در فهرست از تاجیکستان معاملات براه مانند. بانک ملی روز 24 اکتبر در یک بیانیه رسمی گفت که یکجا با تشکیلات‌های قرضی مالیوی حالت مذکور را می‌آموزد و جهت معین کردن سبب‌ها و کم کردن احتمال پیامدهای منفی با شریکان بین‌المللی مشورت می‌کند. این زمان با گفته بانک ملی تاجیکستان بانک‌های تحریم شده همچنان به مشتریانشان مثل همیشه خدمت می‌رسانند و عملیات‌های بانکی داخل کشور طبق نقشه اجرا می‌شوند و هیچ مشکلی در استفاده کارت، بانکومات‌ها و یا ضمیمه‌های بانکی وجود ندارد. در بیانیه بانک ملی تاجیکستان همچنین آمده است که ممکن است تحریمات اتحادیه اروپا به ضد سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان سبب سنجش‌های علاوگی یا تغییرات در اصول‌های استانداردی انتقال‌های بین‌المللی این سه بانک شود. بانک‌های مذکور از جمله بانک‌های سرمشتری در تاجیکستان هستند و حالا معلوم نیست که منع معامله با آنها تا چه حد به فعالیت دوشنبه سیتی بانک، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان تأثیر می‌گذارد و یا تا کجا فعالیت آنها را محدود می‌کند. از همکارم همچنین نظر و واکنش‌های کارشناسان را درباره تحریم سه بانک تاجیکستان پرسیدم که بار اول است با این گونه مشکل روبرو می‌شوند. ولی شعلا کریم جان احمدوف معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان در یک پاسخ کتبی درباره تحریمات اروپا نوشت که بعضی از بانک‌های کشورهای آسیا مرکزی از جمله از تاجیکستان از همان اول برای کمک در دور زدن تحریمات به ضد روسیه استفاده می‌شدند، از جمله دور زدن محدودیت‌های سیستم سویفت و معاملات خرید و فروش از طریق حساب‌هایشان در بانک‌های اتحادیه اروپا. سخن درباره معاملات شرکت‌های می‌رفت که پنهانی تأسیس یافتند و برای واردات و سپس صادرات مال‌های دارای هدف‌های دوگانه به روسیه استفاده می‌شدند. بانک‌های تاجیکستان از حساب انتقال پول توسط اروپا به منفعت شرکت‌های روسی حق خدمت می‌گرفتند. این پاسخ کارشناس است و در قرار اتحادیه اروپا درباره تحریمات نو گفته شده است که در فهرست مؤسسه‌های مشخص کشورهای سوم شامل کرده شدند که از روی کنار زدن محدودیت‌های صادراتی از جمله کامپیوتر و دیگر مال‌ها و تکنولوژی‌های نو غیر مستقیم در تقویت توانایی ارتش روسیه سهم می‌گیرند. پایگاه خبری پرمیر اینساید نوشته است که سه بانک تحریم شده به نزدیکان امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان تعلق دارند. تشکر همکارم طاهر سفر بود که به سوال‌های ما در رابطه با واکنش‌ها از تاجیکستان عاید تحریم شدن سه بانک این کشور از جانب اتحادیه اروپا پاسخ داد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.